سلام. امروز میخوام خلاصه ای از کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال به نویسندگی آقای رایدر کارول رو براتون بگم. رایدر کارول طراح این روش از کودکی با مشکل اختلال کم توجهی زندگی کرده است. او همیشه به دنبال راهی بوده تا افکار پراکنده‌اش را سامان بدهد، کارهای روزانه را مدیریت کند و تمرکز بیشتری پیدا کند. نتیجه این تلاش روش بولت ژورنال است. کارول میگوید دنیای امروز پر از شلوغی و حواس پرتی است. پیام‌ها، ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی و انبوه وظایف روزمره ذهن ما در این آشوب دائما درگیر است و همین باعث استرس و احساس بی‌نظمی می شود. بولت ژورنال ابزاری است برای بازگرداندن نظم، تمرکز و معنا به زندگی. نکته کلیدی این است که بولت ژورنال فقط یک سیستم سازماندهی وظایف نیست، بلکه ابزاری برای خودآگاهی و طراحی یک زندگی هدفمند است. فصل اول، اصول پایه بولت ژورنال. روش بولت ژورنال بر چند عنصر کلیدی استوار است که ترکیبشان یک سیستم کامل را می‌سازد. مورد اول، نشانه‌ها. این سیستم بر اساس استفاده از نشانه‌های ساده برای دسته‌بندی افکار بنا شده است. رایج‌ترین نشانه‌ها: نقطه، دایره، خط تیره. نقطه کار یا وظیفه، دایره رویداد مثل جلسه، تولد، قرار ملاقات. خط تیره یادداشت یا ایده. این رمزگذاری باعث می شود بتوانیم سریعتر یادداشت کنیم و در نگاه اول نوع اطلاعات را مشخص کنیم. مهاجرت. یکی از مهمترین ایده های کارول این است که وظایف ناتمام نباید به طور خودکار باقی بماند. در پایان هر ماه همه کارهای ناقص مرور می شوند. اگر هنوز ارزشمند هستند به ماه بعد منتقل می شوند. اگر نه حذف می شوند. این کار باعث می شود فقط کارهای واقعا مهم در سیستم بمانند. 4 بخش اصلی دفتر. بولت ژورنال با یک دفتر ساده شروع می شود، اما ساختار پیشنهادی آن شامل 4 نوع ثبت است. فهرست. صفحه‌ای در ابتدای دفتر برای ثبت شماره صفحات و موضوعات این بخش باعث می شود راحت به هر قسمت دسترسی پیدا کنیم. ثبت آینده. بخشی برای ثبت برنامه‌ها و اهداف بلند مدت، ماه‌ها و فصل‌های بعد. ثبت ماهانه. نمایی کلی از یک ماه شامل فهرست روزها و وظایف اصلی. ثبت روزانه. یادداشت‌های سریع از کارها، رویدادها و ایده‌های همان روز. فصل دوم. فراتر از وظایف. بولت ژورنال به عنوان ابزار زندگی. کارول تاکید دارد که بولت ژورنال فقط تقویم نیست. این دفتر می تواند به 1000 شکل شخصی سازی شود. برخی از نمونه‌هاشو الان بهتون میگم. ردیاب عادت‌ها مثل ورزش، مطالعه، خواب. دفتر شکرگزاری. ثبت چیزهایی که بابتشان قدردان هستیم. مدیریت مالی، پیگیری هزینه‌ها و درآمد. برنامه‌ریزی پروژه‌ها، شکستن اهداف بزرگ به وظایف کوچک. دفتر خلاقیت، ایده‌ها، طرح‌ها، نقاشی یا شعر. به همین دلیل هر دفتر بولت ژورنال منحصر به فرد است، بازتابی از نیازها و شخصیت صاحب آن. فصل سوم. ذهن آگاهی در عمل. یکی از مهمترین پیام‌های کتاب این است که بولت ژورنال نه فقط ابزاری برای مدیریت کارها، بلکه راهی برای زندگی آگاهانه تر است. مورد اول، توقف و بازتاب. وقتی وظایف را می‌نویسیم و بعد مرور می‌کنیم از خود می‌پرسیم آیا این کار ارزش وقت و انرژی من را دارد؟ آیا این وظیفه به اهداف و ارزش‌های من کمک می‌کند؟ آیا باید حذف شود یا ادامه یابد؟ این پرسش‌ها باعث می‌شود زندگیمان پر از کارهای بیهوده نشود. وضوح ذهنی. وقتی همه چیز روی کاغذ نوشته می‌شود، ذهن آزاد می‌شود. دیگر لازم نیست مدام به خاطر بیاوریم چه کارهایی داریم. همین موضوع استرس را کاهش می‌دهد. تصمیم گیری‌های آگاهانه. با مرور یادداشت‌ها وظایف گذشته، الگوهای رفتاریمان را می‌بینیم. چه چیزی وقت ما را می‌گیرد، چه چیزهایی باعث رشد می‌شود و چه کارهایی فقط انرژی تلف می‌کنند. فصل چهارم. طراحی زندگی هدفمند. کارول توضیح می‌دهد که همه ما باید یک قدم به عقب برویم و بپرسیم برای چه چیزی وقت می‌گذارم. او 3 سطح هدف‌گذاری را معرفی می‌کند.
وظایف روزانه، کارهای کوچک که باید همین امروز انجام شوند، اهداف کوتاه مدت، پروژه هایی که در چند هفته یا ماه قابل انجام هستند، چشمانداز بلند مدت، ارزش ها و اهداف اصلی زندگی که مسیر ما را مشخص می کنند. بولت ژورنال کمک می کند این سه سطح با هم هماهنگ شوند. فصل پنجم، مزایا و نتایج روش. نویسنده در پایان کتاب به نتایج اشاره می کند که کاربران بولت ژورنال تجربه کردند. افزایش بهره‌وری، چون هر روز فقط روی مهمترین کارها تمرکز می کنند. آرامش ذهنی، چون دیگر نیازی به نگه داشتن کارها در ذهن نیست. خلاقیت بیشتر، چون دفتر انعطاف پذیر است و فضای خالی برای ایده ها می دهد. خودشناسی، چون مرور نوشته ها الگوهای رفتاری ما را آشکار می کند. فصل ششم، نمونه های عملی و الهام بخش. کتاب پر از مثال های واقعی از افرادی است که با بولت ژورنال توانستند استرس شغلی خود را مدیریت کنند، عادت های سالم مثل ورزش یا تغذیه را پیگیری کنند، پروژه های بزرگ تحصیلی یا کاری را به صورت مرحله به مرحله انجام دهند. حتی بحران های شخصی یا مشکلات ذهنی را با نوشتن و بازتاب دادن بهتر مدیریت کنند. رایدر کارول در پایان کتاب میگوید هدف نهایی بولت ژورنال این نیست که فقط کارهای بیشتری انجام دهیم. هدف اصلی این است که کارهای درست را انجام دهیم، کارهایی که با ارزش‌ها و اولویت‌های واقعی زندگیمان هماهنگ هستند. پس بولت ژورنال هم یک سیستم مدیریت کار است و هم یک ابزار رشد شخصی و هم یک روش ذهن آگاه.